اما یکی از چالش‌های دیگه که آقای دکتر ما خیلی باشون دست و پنجه نرم می‌کنیم، من یه تعداد زیادی از مراجعین و مخاطبین رو می‌بینم که با تشخیص‌های اولیه‌ای مثل دو قطبی، ADHD و یا حتی یک افسردگی به من مراجعه کردن و وقتی شرایط رو بررسی می‌کنم می‌بینم تشخیص این نیست و یا شاید حتی بهتر باشه بگم تنها این تشخیص نیست. و خب این معضل ایجاد شده بود که گفتم خدمت شما مطرح کنیم میتونه این اتفاق این شکلی بیفته، این بچه‌های مرزی یا بوردرلاین ما با سایر گروه‌ها اشتباه گرفته باشن یا همراه باشن، چطوری هستش؟ خیلی موضوع مهمی خانم دکتر. ببینید درمان توی مباحث مربوط به سلامت روان یه کار تیم ورکه. الان کاری که ما میکنیم همینه دیگه. من به عنوان یه روانپزشک، شما به عنوان یه روانشناس، البته قسمت‌هایی از این پازل هنوز وجود نداره. یعنی ما کیس منیجر نداریم، ما مددکار نداریم، خیلی قسمت‌های دیگه نداریم، اما داریم بالاخره تا حد توانمون رو این داستان میریم جلو. اولین کار در هر درمانی ارزیابیه. ارزیابی یعنی ما ببینیم مثلا با چه ماهیتی مواجه هستیم. کسی هم که پیش یک جراح میره اول ارزیابیش میکنه دیگه. یه جراحی که میخوای بکنیم یه مشاوره میده، آقا برو این متخصص غدد ببینتت، برو این متخصص داخلی ببینتت، قلب ببینتت، بعد کار انجام میده. تو کار ما هم همینطوره. بله درسته. خیلی از کسایی که به عنوان تشخیص دیگه‌ای مثلا دو قطبی، مثلا اختلال بیش‌فعال یا فقدان توجه ADHD یا سایر اختلالات اضطرابی افسردگی دیگه دارن درمان میشن، ممکنه که شخصیت مرزی باشن. خیلی از کسایی هم که تشخیص شخصیت مرزی میگیرن ممکنه که اون گروه باشن. میدونین این اشتباه تشخیصی چقدر تو درمان بیمار تاثیر بسزایی میذاره؟ توجه کنین یه فردی شخصیت مرزی باشه، خود شما بهتر میدونین تو شخصیت مرزی درمان دارویی پایه اصلی درمان نیستش، کمک میکنه به درمان. یا اگر فرد شخصیت مرزی به اضافه اختلالات دیگه روانپزشکی داشته باشه، اون اختلالات دیگه رو درمان میکنه. چون ما خیلی وقتا داریم کسی شخصیت مرزی ADHD هم هستش، شخصیت مرزی دو قطبی هم هست، شخصیت مرزی اختلال استرس پس از سانه هم هست، شخصیت مرزی افسردگی هم روش نشسته. اون اختلالات جنبی رو بیشتر درمان میکنه. یا علائم پریراق و تراقی که در دوره حاد و پرآشوب بیماری ایجاد میشه رو یه مقداری کنترل میکنه، یا مثلا افکار خودکشی رو کنترل میکنه. اما برای خود شخصیت مرزی درمان دارویی خیلی کارایی نداره. این کار شما به عنوان یک روان درمانگری که وارد داستان میشین و روان درمانیش هم بسیار پیچیده است که حالا در ادامه توضیح میدیم. بسیار پیچیده. اتفاقی که میفته اینه که تحلیل و ارزیابی درست روز اول به عمل نمیاد. هر فردی که با نوسان خلق، چون اصلا پایه اصلی شخصیت مرزی نوسان دیگه، حالا نوسان توی خلق، نوسان تو ارتباط، نوسان تو کنترل تکانه، نوسان در الگوی ارزیابی خود، هر کسی که با نوسان مراجعه میکنه که حالا چون بارزترینش هم خلق دیگه، با نوسان خلق مراجعه میکنه، باید ارزیابی در مورد این موارد به عمل بیاد. یک، آیا این فرد ADHD دارد؟ آیا این فرد اختلال دو قطبی دارد؟ آیا دچار اختلال استرس پس از سانحه یا هم PTSD هستش؟ درسته. آیا یه اضطراب شدیدی داره که خود این اضطراب شدید باعث این قضیه میشود؟ آیا مصرف کننده کافئین یا داروهای محرک یا امثال هم هستش که اینطوری میشه؟ همینا رو باید بذاریم کنار. درسته. پس نوسان خودش 6 تا علت داره. یکی شخصیت مرزی. اما در بسیاری از مواقع همونش که شما هم فرمودین، همزمان با شخصیت مرزی بقیه اختلالات هم وجود داره. بذارین یک مثال بزنم. فرض کنین فرد توی خانواده‌ای به دنیا میاد که پدر مادرش یکی یا دوتاشون دو قطبیه. درست. خب ژن دو قطبی بهش میرسه دیگه، 15%، 20%. بستگی که یکی یا دوتا باشه میرسه بهش. اگه دوتاشون باشن تا 35 تا 40% ممکنه ژن دو قطبی برسه و تحت تاثیر استرس ممکن دو قطبیش فعال بشه. اما چون پدر مادر دو قطبی هستن، نتونستن اون نیازهای هیجانی یا عاطفی فرد رو برآورده بکنن. همون داستان دلبستگی ناایمن و آشفته و ترواره و اینطور چیزا. در نتیجه این فرد خیلی احتمال داره که به دلیل برآورده نشدن نیازهای هیجانیش الگوی شخصیتی پیدا کنه که شبیه مرزی باشه. درسته. یا بذار یه جور دیگه بگم، فکر کنید که پدر مثلا دو قطبیه، مادر ADHDه. من دارم همچین حالتی رو تو مکتب، زیادم، شما هم زیاد دیدین تو کیسات. خب ADHD که خیلی نفوذ ژنتیک بالایی داره. بچه ADHD تو کودکی چون دو قطبی خیلی دیر خودشو نشون میده. دو قطبی تو سن نوجوانی و جوانی و میان سالی خودشو نشون میده. اما ADHD از کودکی خودشو نشون میده. مادر ADHD، بچه ADHD داره، پدرم دو قطبیه، تحملش پایینه. بعد بچه نمیتونه اون تکالیف و اون وظایفش رو انجام بده، تکانشگر، بی‌دقت، مرتب مورد تحقیر و تنبیه
واقع میشه، بدرفتاری بهش میشه، قضاوت میشه، مرتب احساس شرمساری میکنه، نیازهای هیجانیش برآورده نمیشه. خب احتمال نداره که این فرد شخصیت مرزی بگیره؟ خیلی زیاد. حالا حالت دیگه رو بررسی کنیم. فرد دچار شخصیت مرزیه به دلیل مشکلات ارتباطیش. توی ارتباطات میره، چون رفتارهای تکانشی دارن دیگه. این آدما وقتی جذب یه نفر میشن خیلی جذب میشن، میره توی یک رابطه یه آسیب شدید هیجانی میخوره، دچار اختلال استرس پس از سانحه میشه. کاملا درسته. خب پس اینم میاد اضافه میشه. حالت بعدی، فرد شخصیت مرزیه برای کنترل خودش، برای کنترل تکانه هاش، وقتی که حالش بده میره مصرف مواد میکنه، میره مصرف چه میدونم خیلی چیزا میکنه، تا که خودزنی میکنه، پرخوری میکنه، مصرف مواد میکنه. همین موادش ممکنه مواد محرک باشه. مواد محرک بی‌ثباتی هیجانی اون رو بیشتر میکنه. ببین چقدر زیاد شد. کاملا درسته. پس اینا رو باید افتراق بدیم. اما اینکه چطوری اینا رو افتراق بدیم خیلی بحث زیادیه، باید یکی یکی بریم جلو. شما تجربه تو این قضیه دارین که برای ما بگین توی کیسایی که توی کلینیکتون به شما مراجعه کردن؟ بله حتما. طبق فرمایش شما به نظرم یه نکته خیلی مهم بود، اونم سیستم ارزیابی دقیق و همه جانبه. و اما بهتره به نظرم اگه شما صلاح بدونی یه روز برای مخاطب راجع به سیستم ارزیابی هم خیلی دقیق صحبت کنیم که از چه طریقیه، از چه گام‌هایی شروع می‌کنیم و در چه بازه زمانی باشه. و نکته دیگه که شما فرمودین تو این داستان، یه نکته من بگم خانم رضا، ببخشید تو فرمایش ما چند سال داریم با هم کار میکنیم دیگه. من چیزی که برای من جالب بود، یه روز شما خوش شدین اومدین مطب، یه روز تعطیل بود، فکر کنم 50 تا از همین بچهای مرزی که چقدر بچهای گلی هم هستن، چقدر دوست داشتنی ان، یعنی واقعا اینا فقط آسیب دیدن، شخصیت‌های خیلی دوست داشتنی دارن و چقدر شما اینا رو خوب کیر میکنین، مراقبشین. آمدین و اطلاعاتشون از من خواستین که این چیه، این چیه، این چیه، این تشخیص چیه. جالبه که منی که دارم اینطور میگم، منم خودم گاهی وقتا اشتباه تشخیصی دارم، اشکال نداره. میفهمم. منم ممکن اشتباه بکنم، منم ممکن توی الگوی چند جانبه یکی رو نبیدم. من یادم شما در بعضی از موارد به من تذکر میدین، اختیار داری، میگین فکر نمی‌کنی این باشه. گاهی وقتا من به شما تذکر میدم فکر نمی‌کنی این باشه. این الگوی دو سوئه، ارتباط صمیمی، همکاری نزدیک روانپزشک و روانشناس بسیار مهمه. چیزی که برای من جالبه که من ندیدم تو همکارای دیگه روانشناسم، شما نبوده که مراجعی برای من ارجاع بدین و اونجا به من زنگ نزنین. به همشون میگین که زنگ بزن، گزارش میدید در مورد اتفاقاتی که افتاده و این خیلی کمک میکنه که اون خطاهای تشخیصی ما رو کاهش بگیره. این تجربه بود که خواستم بگم. حالا اگر فرصت باشه، فکر نمی‌کنم فرصت باشه، تو جلسه بعدی وارد بحث ریز تشخیص افتراقی بشیم و بعدش ان شاءالله وارد اصول کلی درمان بشیم. بله حتما، باعث افتخار. از اینکه با ما همراه بودین سپاسگزارم. از خانم دکترم تشکر میکنم که در این بحث دو نفر وارد شدن ما رو دنبال کنین، با ما همراه باشین. تازه داستان داره شروع میشه. در ادامه مباحث خیلی زیبایی رو از دهان خانم دکتر خواهید شنید. سلامت باشید. روز بخیر.